یکی از نکاتی که باید تو زندگی رعایت کنیم اینه که اعتماد نکنیم به هر کسی و مخصوصا حتی به وای به طرف هم اعتماد نکنیم، مخصوصا به حرفاش اعتماد نکنیم، به هیچ کدوم از اینا اعتماد نکنیم توی هر چیزی، توی معامله، برای وارد شدن به یه رابطه، برای دوستی. همیشه قدم به قدم، یک قدم پیش بذار، یه قدم کوچیک، ببین چطوریه. آدم ها رو بر مبنای حرفاشون یا حتی قیافشون یا اینجور چیزا قضاوت نکن برای اعتماد کردن. بر عملکرد گذشتهشون خیلی مهمترین عاملی که میشه به یه آدم اعتماد کرد عملکرد گذشتهش و این نیاز داره که قدم به قدم وارد رابطه با آدم ها شد و مخصوصا روابط مالی و عاطفی.